دوستان من توی شهر پارما هستم. یه بارون خوبی زد و اینکه من الان براتون از شهر فیلم بگیرم. الان دارم خودمو میگیرم، بعدش در حال قدم زدن تو شهرم. میخوام برم به سمت دوچرخه‌ام تا دوچرخه‌مو بردارم، براتون فیلمم میگیرم. تا آخر ویدیو با من باشید. شهر پارما واقعا قشنگه. اینور مرکز شهره که ما داریم ازش دور میشیم. نزدیک کریسمس هم هست. کریسمس میشه ناتاله به ایتالیایی. اینی که دیدید گلووا بود. یه سی حالت اسنپ خودمونه، اسنپ فود. اینجا رو بهش میگن پیاتزا گایا. چند تا بار و رستوران هست اینجا که آخر هفته ها و شبا خیلی شلوغ میشه. الان چراغ سبز، ما میتونیم رد بشیم. منظره این ورم براتون بگیرم. یه رودخونه بزرگ داره پارما، همونیه که دارید میبینید. من که چند تا پل اینطوری بغل هم، یکی از پلاشه، اونور یکی دیگه از پلاشه. پل به زبان ایتالیایی میشه لاپونته. این خونه ها رو هم میبینید که واقعا رنگ بندی قشنگی داره. خونه هایی که زرده بهش میگن زرد پارمایی، جالو پارمیجانو. و اینکه کلا شهر پارما به پروشوتو یعنی کالباسهاش معروفه که اکثر هم خوکن. به این خیابون میگن ویا داتزلیو. No, ma non mi interessa. بعضی موقعا که من دوربینو میارم سمت در و دیوار دوستان، قصد خاصی ندارم، فقط این افرادی که دارن به سمت من میان از جلو با من چش تو چش میشن، زایه است دارم فیلم میگیرم، برای همین سعی میکنم به یه سمت دیگه ببرم. اینجا هم خیلی قشنگه.
براتون کامل بگیرم. پارما خب شهر بیشتر صنعتیه و اینکه خب توریست توش خیلی کم هست. من توی شهر سینا بودم، خیلی بیشتر توریست می اومد چون شهر توریستیه و خب خیلی هم قشنگه، ولی کوچیک‌تر از اینجاست. ممنون میشم هم منو لایک کنید، هم اگه چنل من ندارید سابسکرایب کنید. من مدرس زبان ایتالیایی هستم و اینکه هم توی زبان ایتالیایی، هم تو زیبایی های ایتالیا جاهای مختلف که میرم، هم توی اینستاگرام، هم توی یوتیوب فعالیت دارم. اینا فروشگاه هلنن. این فروشگاه هلن چینی هن و اینکه خب شما جنسای چینی پیدا میکنی توشون. همه چیزم داره، از لباس گرفته تا سراحی و دیگه بگم دفتر، مداد، خودکار، همه چی. قطعا اون جنسای چینی که تو اروپا میاد با اونایی که تو ایران میاد فرق داره، ولی باز چینیه. این هم داخلش. اگه دوست داشتید برام بنویسید، من از داخل حتی فروشگاه هلن هم میتونم براتون فیلم بگیرم به طور کامل. شما رنگای ساختمونا رو نگاه کنید چقدر زیباست. این داخل دوستان منسای دانشگاه است که برای ارگو بورسیه، اداره بورسیه استان امیلیا رومانیا هست، استان که ما داخلشیم، یعنی شهر پارما. ولی من باید دوچرخه‌مو بردارم، برای همین باید بریم به سمت دانشکده اکونومی که دوچرخه‌م اونجاست. من خودم دوست دارم این نکات رو بهتون توضیح بدم وقتی چیزی میبینم، ولی اگه شما دوست داشتید میتونید تو کامنت ها برام بنویسید تا ویدیو رو بدون اینکه حرف بزنم بگیرم، یا اینکه بیشتر نکات رو بهتون توضیح بدم هر طوری که فکر میکنید جالب تره. اینجا ویدیو رو قطع میکنم، بعد باز براتون از یه جای دیگه میگیرم. خب دوستان، شما سمت راست که میبینید، اول سمت چپ رو بهتون بگم، اینجا فاکولتا دی اکونومیا، دانشکده اکونومیه. سمت راست که میبینید بهش میگن پارک دوکاله. پارک خیلی بزرگیه که معروفه توی پارما. خب خیلی بزرگه، میان توش میدوهن، ورزش میکنن و اینکه کم کم که بریم جلو میشه کتابخونه دانشکده اکونومی که دوچرخه من دقیقا اینجاست. هوام واقعا مرطوبه. رطوبت میشه اومیدیتا، اومیده صفتشه، اومیدو صفتشه، یعنی مرطوب. l'Italia è molto umida. ایتالیا خیلی مرطوبه. بارون نمیاد ولی
صورتت خیس میشه اینقدر مرطوبه وقتی که داری راه میری. اینم از این رسیدیم بالاخره. این آبی هم دوچرخه ما. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.